اسلام است. روز قدس روز حیات اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنید و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. امام موضوع فلسطین را با اصرار تلاش زیادی کرد و در ادامه اون امام امروز جامعه ما موضوع فلسطین تبدیل بشود به موضوع اول عالم اسلامی.